ملت ایران حرف خود اعلیحضرت، من نمیگم 62 میلیون دلار رو بریم تقسیم بکنید به 37 سال حکومت پهلوی در ایران. ببینید شاهتون چقدر دزد بوده. شاهی که حقوق میگرفته از دولت. شاه در ایران ماهی 30-40 هزار تومان طبق قانون اساسی حقوقش بوده که حقوقش رو کرد بنیاد پهلوی یتیم خونه برای ما درست کرد، پرورشگاه برای ما آورد و پولا رو برداشت آورد بیرون. ای کاش شاه با خودش 600 میلیارد می آورد بیرون که امروز پسرش میتونست ما رو نجات بده. سر سگ میزنی خائن میاد بیرون. بعد اینا رو آوردن پخش کردن تو دنیاهای مدیا، چون همشون همکارن دیگه. بعد تمام دنیاهای مدیا دست ایناست. بعد شما خیال میکنید که ما کمیم اینا زیادن. نه، اینا 20 نفرن، صداشون بالاست. ما 90 میلیونیم، صدامون پایینه. و چون صدامون پایینه، صداهامون به گوش هم نمیرسه، برای همینه که اینا هنوز خیال میکنن میدون دست اینا.